آیا دموکراسی به تنهایی می تواند نابرابری‌های اتنیکی را حل کند؟ در جوامعی که دارای شکاف‌های عمیق اتنیکی هستند، دموکراتیزاسیون اغلب به عنوان راهی برای دستیابی به برابری و شمولیت مطرح می شود. اما آیا صرفاً برقراری فرایندهای دموکراتیک مانند انتخابات، مشارکت سیاسی و حقوق مدنی می تواند مسئله نابرابری‌های اتنیکی را حل کند؟ در حالی که دموکراسی می تواند مسیر را برای نمایندگی بیشتر و آزادی‌های سیاسی هموار کند، تأثیر آن بر شکاف‌های اتنیکی چندان ساده نیست. این مقاله رابطه بین دموکراتیزاسیون و نابرابری اتنیکی را از منظر جامعه شناسی و علوم سیاسی بررسی کرده و نمونه‌هایی از جوامع مختلف را مورد تحلیل قرار می‌دهد. نابرابری‌های اتنیکی اغلب از میراث تاریخی طرد به حاشیه‌رانی و تبعیض ناشی می‌شوند. در بسیاری از موارد، سیاست‌های دولتی به طور عمدی یا غیر عمدی، شکاف‌های قدرت، ثروت و دسترسی به منابع را میان گروه‌های اتنیکی تعمیق کردند. بنابراین، این چالش نه تنها یک مسئله سیاسی، بلکه یک مشکل اجتماعی و ساختاری است. به عنوان مثال، جوامع بومی در آمریکای لاتین مانند بولیوی و گواتمالا با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی از کشور را تشکیل می‌دهند، در اثر فرایندهای تاریخی استعمار و دولتسازی همچنان از فقر و حاشیه‌نشینی رنج می‌برند. علیرغم برقراری حکومت‌های دموکراتیک در قرن 20، این گروه‌ها همچنان در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی دچار نابرابری‌های شدید هستند. حامیان دموکراتیزاسیون استدلال می‌کنند که تغییرات سیاسی نقش کلیدی در حل نابرابری‌های اتنیکی دارد. در سیستم‌های سیاسی فراگیر، اقلیت‌های اتنیکی می‌توانند به قدرت سیاسی لازم برای تغییر وضعیت خود دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، گذار آفریقای جنوبی به دموکراسی پس از آپارتاید منجر به حق رأی برای جمعیت سیاه‌پوست شد که برای قرنها از حقوق سیاسی و اقتصادی محروم بودند. ایجاد یک دولت چند فرهنگی با سیاست‌هایی برای جبران تبعیض‌های گذشته کمک کرد تا جایگاه اقتصادی و اجتماعی گروه‌های حاشیه‌نشین بهبود یابد. به همین ترتیب در هند، دولت پس از استقلال سیاست‌های تبعیض مثبت (reservations) را برای ادغام اقلیت‌های اتنیکی و کاست‌های پایین در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به کار گرفت. این سیاست‌ها به تدریج موجب افزایش حضور گروه‌های محروم در نهادهای حکومتی شد. با این حال، فرض اینکه دموکراتیزاسیون به تنهایی می‌تواند نابرابری‌های اتنیکی را حل کند، بیش از حد ساده انگارانه است. تغییرات سیاسی به طور خودکار منجر به برابری اجتماعی نمی‌شوند. در بسیاری از موارد، استقرار نظام‌های دموکراتیک نمی‌تواند ساختارهای اجتماعی را که موجب نابرابری‌های اتنیکی شده‌اند تغییر دهد. در برخی موارد دموکراسی حتی ممکن است تنش‌های اتنیکی را تشدید کند. تحلیلگران علوم سیاسی استدلال می‌کنند که دموکراسی گرچه به اقلیت‌های اتنیکی امکان مشارکت می‌دهد، اما همزمان می‌تواند رقابت‌های اتنیکی را نیز افزایش دهد. برای مثال در بوسنی و هرزگوین، دموکراتیزاسیون پس از فروپاشی یوگسلاوی به ایجاد نظامی مبتنی بر تقسیم بندی‌های اتنیکی منجر شد. موافقتنامه دیتون در سال 1995 که به جنگ داخلی این کشور پایان داد، ساختاری را بنا کرد که در آن تقسیمات اتنیکی در ساختار حکومتی تثبیت شد و در نهایت موجب نهادینه شدن تنش‌های اتنیکی گردید. همین الگو در عراق نیز مشاهده شد. پس از سقوط رژیم صدام حسین، فرایند دموکراتیزاسیون نه تنها نابرابری‌های اتنیکی و فرقه‌ای میان شیعیان، سنی‌ها و کردها را حل نکرد، بلکه به تشدید خشونت‌های اتنیکی و مذهبی انجامید. از منظر جامعه شناسی، نابرابری اتنیکی صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک مشکل اجتماعی عمیق و ریشه‌دار است. حتی در صورت اجرای تحریرات دموکراتیک، سلسله مراتب اتنیکی همچنان میتواند پابرجا بماند. به عنوان نمونه در مالزی سیاست‌های دولتی
برای تقویت جایگاه مالایی‌ها در برابر اقلیت چینی و هندی از طریق اقدامات اقتصادی و آموزشی صورت گرفته است. اما علیرغم این مداخلات همچنان شکاف‌های اقتصادی میان این گروه‌ها مشهود است. مفهوم سرمایه اجتماعی نیز در این زمینه اهمیت دارد. گروه‌های اتنیکی حاشیه‌نشین به دلیل عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مؤثر و نبود اعتماد به نهادهای دولتی در مقایسه با گروه‌های مسلط در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند. برای مثال، در فرانسه مهاجران آفریقایی و عرب تبار با وجود حضور در یک نظام دموکراتیک همچنان با تبعیض‌های ساختاری در زمینه اشتغال، مسکن و آموزش روبرو هستند. اگرچه دموکراتیزاسیون ضروری است، اما به تنهایی برای حل نابرابری‌های اتنیکی کافی نیست. تغییرات مؤثر نیازمند ترکیبی از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بتواند عوامل ساختاری ایجاد کننده نابرابری را برطرف کند. در رواندا پس از نسل کشی سال 1994 دولت نه تنها تغییرات سیاسی را اجرا کرد، بلکه سیاست‌هایی برای آشتی ملی، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهبود شرایط اقتصادی اقوام محروم نیز به کار گرفت. این اقدامات باعث شد که دولت بتواند وحدت ملی را تقویت کند. در ایالات متحده با وجود لغو رسمی تبعیض نژادی از طریق جنبش حقوق مدنی، نابرابری‌های اتنیکی همچنان در بخش‌هایی مانند آموزش، پلیس و مسکن مشهود است. این مثال نشان می‌دهد که حتی در یک دموکراسی پیشرفته، نابرابری‌های اتنیکی بدون تحولات اجتماعی و اقتصادی عمیق همچنان پابرجا می‌مانند. دموکراتیزاسیون می‌تواند بسترهای لازم برای کاهش نابرابری‌های اتنیکی را از طریق افزایش نمایندگی سیاسی و حقوق قانونی فراهم کند. اما برای حل ریشه‌ای این مشکلات، تحولات اجتماعی و اقتصادی نیز ضروری است. به بیان دیگر، دموکراسی به تنهایی نمیتواند دهه‌ها یا حتی قرن‌ها طرد و تبعیض اتنیکی را از بین ببرد، اما میتواند نخستین گام در مسیر ایجاد تغییرات ساختاری باشد که منجر به ایجاد جوامعی عادلانه‌تر و فراگیرتر میشوند. برای مقالات بیشتر لطفاً اتک یزی را در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.